سلام. این فرشته ای که میبینید اسمش جسیه. 9 ساله که داره با من زندگی میکنه. تمام زندگیمه، امیدمه، انگیزه برای زنده موندنمه. تا هفته پیش صحیح و سالم بود. از هفته پیش شروع کرد به علائم بیماری رو نشون دادم. شکمش ورم کرد، از پهلو و پشتش باد کرد اومد بالا. 3-4 تا دکتر بردمش، سونوگرافی، عکس برداری، آزمایش خون، همه کار برش کردم. یعنی هر چی که لازم بود آزمایش براش دادم. دکترها میگفتن تمام علائمش نرمال و طبیعیه، هیچ مشکلی نداره. ولی نمیدونم چرا یه دفعه حالش اینجوری شد. از وقتی که ورم شکمش بیشتر شد، پاهاشم از کار افتاد. الان دیگه نمیتونه راه بره، نمیتونه دستشویی کنه. مدفوع توی شکمش مونده. آخرین دکتری که بردمش گفت به شدت باد توی معدش جمع شده، توی رودش، توی معدش، تو شکمش کلن گاز جمع شده. مدفوعی که توی روده هاشه همه اونجا مونده و صفر شده، بیرون نمیاد. یبوست خیلی شدید با گاز خیلی زیاد باعث ورم ناحیه شکمش شد. درد به قدری زیاد بود که دیگه نمیتونست راه بره، دیگه نمیتونه دستشوییشو بکنه. میدونید که یه سگ برای اینکه بتونه دستشویی بزرگشو بکنه باید روی 2 تا پاش بشینه، قوز بکنه، فشار بده تا بتونه مدفوع کنه. جسی من دیگه نمیتونه این کارو بکنه.